چیزی که در باغ گل کوکنهوف توجه منو جلب کرد حضور محمد رضا شاه و فرح دیبا در این باغ گل بوده که برای من خیلی جالب توجه بود که اینجا هم عکسشون رو گذاشتن. در سال 1959 پادشاه ایران محمد رضا شاه پهلوی به همراه ملکه ایران فرح دیبا به افتتاحیه باغ گل کوکنهوف در هلند دعوت شدند. این نکته جالب در مورد باغ گل لاله اینه که در این موضوع اینجا گفتن که از پرشیای قدیم به هلند آورده شده و توضیحات دیگه که از طرف عثمانی‌ها هم به هلند گل لاله رو بردن و این برای من خیلی جالب بود. اینجا توضیح دادن که خاستگاه گل لاله در پرشیای قدیم بوده. امسال به مناسبت 75مین سالگرد گشایش باغ گل لاله نمایشگاهی بدین منظور در باغ گل کوکنهوف افتتاح شده که شما میتونید تاریخچه گل لاله و اینکه چطور این گل به هلند آورده شده رو ببینید و همینطور چطور این باغ به این باشکوهی ساخته شده و چقدر از اون استقبال شده و یا حتی شما میتونید اینجا ببینید که چطور این پیازهای گل تهیه میشه و چطور کاشته میشه. کپشن رو حتما بخونید.